سلام. به نظرت هر ماشین توی هر شرایطی مثل آب و گل چه عمل کردی داره؟ توی این ویدیو قراره که همینو تست کنیم. پس بوره که بریم. خب ما 3 تا معیار داریم. معیار اولمون اینه که ماشین میتونه از توی باتلاق در بیاد یا نه، که معیاریه که با میشه نمیشه مشخصش میکنیم. معیار دوممون اینه که با سرعت میتونه از توش رد بشه، اونم با میشه نمیشه مشخص بکنیم. و معیار سوم توانایی رد شدن از پله های آبیه که ما به ترتیب توشون میریم. و الان نگاه کنید، الان برم تو باطلاق به ترتیب روشون میریم و یه عدد میذاریم جاش. خیلی الان اینجا توی این باطلاق ما با سرعت بریم ببینیم رد میشیم یا نه. ببینیم رد میشیم که نمیشیم. نه نمیشیم. خب حالا بذار با سرعت تر برم. خب یه باز مشتی هم بریم. اوکی. خیلی خوب بذار ببینیم چی به باطلاق رد میشی. بگی بدونم رد بشه. این که رد نمیشه نهایت. خیلی نزدیکه رد بشه ولی رد نمیشه. این یکم کیفیت تاثیر بد شد. دلیلش الان درستش میکنم. یه لحظه صبر کنیم تو آبم تست کنیم. نکنیم این یه پله داره، یه پله دیگه میریم پایین تر موتور آب میرسه بهش میخواد خراب شه. یعنی این ماشین کلا الان 2 تا پله آبو تونسته مثلا دووم بیاره. اومد بره پله بعدی گیر کرد. بذار ببینیم یه لحظه من اینو درستش کنم. خب بذار ببینیم اگه لاستیکاش خورده باشم پله سوم حسابه که نخوردن. لاستیکاش نخوردم و پله سوم براش حساب نمیکنه دیگه. در این حد یزیدیه. بله خیلی خوب بریم برای ماشین بعدی. یه لحظه ماشین بعدی برم. یه کامیونه راجی. خب کامیونه ببینیم. کامیونه ارتفاع انجینش از زمین خیلی، موتورش خیلی از زمین فاصله داره. احتمالاً تا پله سوم بره. بریم ببینیم که میری یا نه. خیلی پله دوم که رفت هنوز خیس نشده که تا پله سوم 100% میره. آها پله سوم هم رسیدیم و موتور از کار افتاد. پله 4 بعید بدونم بشه. نه خب ماشین متوقف شده در آخر. همین بریم توی گل هم تستش کنیم. البته باطلاقه نه گل. خیلی تو باطلاق عمل کرده و بعید بدونم خوبی داشته باشه، چون کامیون فقط باید این بار رو ببره توی راه. حالا یه ذره شیب دار حالا که نه این که دیگه گل دیگه آمازونه مگه. برو دیگه نمیره. بعید بدونم بره نمیره. وایساد حتی دفرنسیلشم قطع کنیم که بدترم هست. نمیره آجی. نمیره. بای آجی بریم ماشین بعدی. خیلی خوب ماشین بعدی سوپراه. تو آب بعید بدونم عمل کرده خوبی داشته باشه که الان آب رفت توش. تو پله 1 تو پله 2 هم رفت. خیلی خوب تا پله 2 بیشتر نرفت. بریم گلو تست کنیم. ببینیم تو گل چه عمل کردی داره.
که عمل کرده خوبی نداشت. بریم با وانت سه چرخ بریم این چه عمل کردی داره. اولش که خوب شروع کرد. اولش خوب شروع کرد ولی دیگه گیر کرد و اون دو معیارمون هم نمیشست. خیلی خوب کارش هم نمیشه کرد. بریم دوباره برای آب تست کنیم. خیلی خوب آب برسه اونجا که میسوزه. خب آب باید بتونم. آها همون پله دوم بیشتر هم نمیتونه بره. تا پله دوم بیشتر نرفت که دیگه عادی ترین. این ماشین قدیمیه والا. خب این ماشین قدیمی نمیدونم واقعا چی در موردش نمیدونم که میتونه تو آب بره یا نه. خیلی خوب حداقل واسه سوپرا پله یک و موتورش داغون نشد دیگه. پله دو خراب شد. سوپرا هم سرعتش یعنی برای این کارا ساخته نشده. برای سرعت و دریفت و این داستان ها ساخته شده. بیشتر برای سرعت، فقط برای سرعت. خیلی خوب. یه لحظه دستم خورده. تا پله دوم بیشتر نرفت. تا پله دیگه همون دوم برایش حساب بکنیم. من دستم خورد. خیلی خوب. اطلاق رو ببینیم چی کار میکنه. با اطلاق رو باید بدونم کار خاصی کنم. با اطلاق رو نمیتونه کاری کنه. چه با اطلاق رو نمیشه. خیلی خوب. بریم برای جیپ رو بندازیم تو آب. خیلی خوب تا پله دوم رفت. اوکی. البته بعضی اینا چون تو دندن سرعتشون گرفته میشه. اگه باشه اینو درست کرد اوکی. ولی دیگه برای اینکه عدالت باشه دیگه باید همین کار کنیم. بریم تو گل باش. این چیپ تو گل خداست. به من تو نشون میدم. مورد اولو که دیگه معلومه راحت میره و دیگه چیزی هم نمونده و راحت میره و مورد اول تیک میخوره. مورد دوم که اگه گیر کنه بتونه بکشه خودشو اونم بریم تست کنیم. چه ماشین بحبن. خیلی خوب نکنید مورد دومم تیک میخوره. نکنید الان سرعتش صفر کنیم گاز بدیم میره. نکنید داره حرکت میکنه. ماشین دیگه اصلا کل همین هم نمیره. این داره میره. این دقت کنید یه دفت تو کامنت نگید نمیرفت اون داره میره. قشنگم داره میره چون دو دفعه و دنده کمکی داره و این داستانا رو کلا داره. بریم برای ماشین مسابقه ای. این ماشین هم مثل همون سوپرا بعید بدونم کار خاصی بکنه. ولی
ولی تلاششو میکنه، ببینیم چی میشه. خیلی خوب، ولی اینا تو سرعت خدا نه، تو سرعت خدا، تو سرعت و شتاب. خیلی خوب، پله دوم رفت، موتور شکار افتاد مثل ماشینای دیگه. پله بعدی اون نرفت. بریم از بیرون نگاه کنیم یه لحظه. بابا برو سیو بزن. اوکی، خیلی خوب، بریم پایینم. نه خیلی فاصلش بود، چه ماشین کت شد. اوکی، مهم نیست، بزن نگاه کنیم چقدر فاصلش خوبه. اوکی، فاصلش نمیرسید، یعنی دیگه واقعا فاصلش زیاد بود. بریم برای تست باطلاق که اونم بعید بدونم کاری بتونه بکنه. البته این ماشین فقط برای مسابقه و دریفت و شتاب و سرعت و اینا، که توی ویدیو دیگه اینا رو رفتیم تست کردیم مثلا کامل، برو حتما نگاش کن. حد اکثر سرعت و 0-100 ماشینا رو هم گرفتیم، حتما برو. اگر گذاشتمش الان فکر نکنم، شاید هم مثلا اونو زودتر بزنم، حتما برو نگاش کن. توی چنل منم سری بزن. خیلی اوکی. آجی نمیتونه رد کنه، واقعا نمیتونه، واضحه نمیتونه. باشه دودف هم هست ولی نمیتونه. اوکی، دنده کمک نداره. بریم یه ماشینی مثل شیورلت. نه ماشینی که اسمشون نمیدونم درست، بذار ولش کن. اسمشون شما تو کامنت ها بنویسید. ماشینی مثل پاترول ولی اون نیست دقیقا. رفت تا 3 رفت، محله 3 رو برش میزنیم و تا 3 هم رفت. اوکی، قبوله. بریم گلش هم تست کنیم. گلم خفنه ولی یکم کنترلش سخته، این ور اون ور میشه ماشین. حاجی اوکی، رد شد خدا. حاجی این ماشین 2 مورد رو تا الان خوب رفته. پاترول فکر کنم، یه پاترول شیورلت، نه پاترول توی BNG